کجکی اشتری کجکی جانجیری خیره خوندن میکنه من تو گوش کش بار بار دارو بره میگردم بدمی دروازه بیا تو رو ببینم من میشنوی برار من گوشی خودم اینجا بندشته میدم برفتم من چون به کوچه و کجا رفتم من چیزم به ایرانا به تا ایرانا خوب من میرم خوب قطع کو خوب تو قطع کو که میاد ندارم قطع کو خوندن من خلاص شمیرم قطع کو دو زلفانت و تاره ربابم چی میخوایی یقی تال خرابم تو با ما سرهی هایی نداری چرا دومت با کجکی خور به قبرستون که چرا تو درمونه میکنی؟ بعد میگه که ما بمیریش ما بیدم سرای استاد باشم مردم هم تیشه برسید کنه پس اشته در روا کردی؟ آخر یک بچه خوردی بلا کردم از سر در گفتم تو برو در روا کن تو دیگه ما گفتی ایر بخر کسات به تیشه دیگه تو تا باشم کار تو همینه دیگه نی تو کار میکنی نی باز بازار میری نی سودا میستری سودا مگر ما برم مستونو با بازار مگر ما برم دیگه تو چی ساختیه؟ یعنی چی کار باید بکنی؟ آخر چی کار میشه؟ تو میرای به ما بگو چی کار میکنی آخر؟ کجکی زنگ زد خب که چه کار کنم؟ که زنگ چه کار کنم؟ کجکی زنگ زد سعی کنم چی میگم گوشی شما گفته بابا خیال کما بابا اینو او بفهمید که منم گفته کاکا به پیار ما بگیم که من رمضان رو بجوندم متا ایرانی ما چه ایدگله؟ ایدگل ما بجوندیم متا ایرانی ایدگل بچه خورد یکی بجونه متا ایران باشه ما چون ما متا ایران میریم ایدگل به ما گفته ما چون میریم ما بجوندم برفتم تو بعد تو ساده نمیفهمی که تو چی بگفته تو گپ نمیفهمی از پیش خود خیلی میگی کلمه رو خراب میکنی یک ساعت بعدم سرا استادم با 2 ساعت دیرم پیش با گده برگرد میگی زنگ زنی همیشه ما رو زنگ زد چه کار بابا گیلا کاکا تو چی میگه خب چند روز میشه 3-4 روز میشه خب اون چطور با کجا میبره بخوری خوار خب پس این تا گپیه خب حالا کجا ایدگل با خونه همین تا خودی وقتی با برکت مستقیم یا به جگاه پیش بخونه ما بیم ما با خونه من اینجا بایم ولی خوب من اینجا منتظر هستم هم تا زودی بگو چی میگه از چی میگه تیره سیکو این مطال از قدیمه میگه به هر کس که رو تونوک کردی دل است که زندگی تو هم جمع کنه ببره از سر اگریپی خوی به ما 1 لک داده 2 لک دیگه به بالی از مونده بازم به ما 1 لک من نفع ازی بسته کردم دختر رو بغل ازی کردم حالا با دختر من گپ داده که من برم به ایران اونجا به عروسی تو میکنم تو میبرم به خونه خواهر خونه والا بیا از این روی شما فقط خیلی تو روشه فکر دیگه روی انداختن فایده نداره من 10 دفعه گفتم به مو برار دیگه خم گفتم خورز از این مردم نکو با همسایه‌مون نه خودمون قومای ما را انتظار داره بدن
خب شد که الان دختر با ما خبر داد. اگر خبر نمیداد من چی میفهمیدم؟ میجونم لالا از 100 نفر یک میتونیه. میجونم میبرم به خونه مادرها خو به خونه پیرا خو نگاه قراره که دیگه به تا خارجا عرسی میکنم. پولا شما مگرم شما برای گوسفند مرده بگردی که نره بکنه. دیگه نمیرسه لالا. دیگه پولی نمیرسه. دیگه پول چی میرسه؟ مرتبه کارچی خوربه کرد که پول چی داره که برای تو بده؟ بوش شده چندین ها دفعه همین همسایه پلو نشده میته. و همسایه دیگه میته نشد. اما هم بیای لالا خوب مثل شینگا بزوری شما رو میچوریدن. دیگه چه کار کنم؟ هر دم میایم میمونی چه کار کنیم؟ مجبوری مسئله خشداریه. وقتی دیگه از میت چیزا پرسان نکن. وقتی برو سراغ خوشی کجکی رو بردا بیار دست شویی نباشه. وقتی آورد اینا وردا تا سپاچم خو. که باز نگم که البته خود پول نمیدین که بیارم خود پیش پول هسته. اما خدا دیگه شویی ما در غیرت نخوادش که 100 روپیه به بوتان پول سچاف بده. که همین امور ما از کسی خوب بده. خوبه. راست بوده. همین سزای نیکی بدیه. آخر مگر همین ببینی. اگر من روز اول همین کارو نمیکردم. اگر من روز اول همین کار ما به تو میگم برو برات خوار خودت که برات دختر برات خودت که چی سری به پیش میاد. شما اگه سزای بدین ما به تو نمیگم. ما به دومات خو میگم. اگر روز اول ما یک تکلیف واقعا از اینا میکردم چرا حالا میتونم بدبخت میشدم. بابا برو ما سختی به ما داری پیپل نمیده سچرخا بشینم مگر می تا زمینا برو پیاده این کم راه واسه قله از اینا ما به سچرخ آمدیم. بیا که بتام کمی کار دارم یک چهار کیلومتر دارم. ما بیا. خوب. بیا تو. بیا بشی. سگو بگو. خوب بگی. ما که تو صدا کردم با خاطر از صدا کردم که روز اول همین پیار مسافت تو بیام. تا همین بچه ما به ایران بوده. ردمات شده چیزی ما نداریم دست ما تنگ فلان قرض داریم گفتم خیر بازم همین گپ از آدم ما قبول کردم گفتم غمی نداره به 1 لک روپیه من همین دختر خونه کار بسته کردم به بغل همین برار تو کردم خیر دیدیم مامانی رو راست حالا کم خبر شدم که برار تو به اند فرار جستانه که خودی زن خود بجبره به ایران اونجی با خونه همشیری خو بعد از اون شروع انجا عروسی کی گفته مامانی رو ما خبر شدم بفهمیدی؟ والله بالله اگه علم و گره مکه آقا باشه مامانی رولا کجکی؟ خبر ما نداریم یه برار میدونمی گپ چی رقم تو بگو؟ نه برار پیار شما چی میگم؟ چی بگو؟ گپ چی رقم تو بگو؟ کدو گپ بگو؟ همین گپ که ما تو شو تو فرار دادم برو به ایران اونجا عروسی تو بگو کی گفته بابا؟ همین که نه نه من خبر ندارم مامانی رولا کی گفته بابا این گپ؟ یعنی من خبر ندارم من از پیش دروغ میگم کی گفته؟ من بشنیدم با ما گفتم من از هر کس بوده بشنیدم کی گفته بابا دروغ گفته اشتا دروغ گفته یا مامانی رولا برار میدادمی اشتا دختر که ما برار میدارم اینجا میره به اینا همین گپ اصلا شد داره امکان داره ما برار اینو خودی دیر کردم من خبر ندارم یعنی من اگه با شما دروغ میگم که همین دختر منی فرار نمیده مامانی رولا یه آدم یقه به شما نه دروغ گفته کاری کرده شما خودی دیمات چرا به همین نازن نه شما به حرف مردم نه شما بریم خلاص خیر باشه من میگم داشتم خود شما بریم بخیر بخیر باشی بریم بخیر بریم بریم بخیر وای سایت تو چی میگم دیگه با مادر خو بگی که دومات اگه بس دیگه دومات ما به سراب یا پای به خدا میشکم کسی چی گفتم از گوشی چی برو بخیر هرچه که دل سوختوندی زندگی تو بیشتر خراب شد
کجا کی؟ آره بابا. تو بیا بابا. آره بابا کجی. کجی برا پا. آره. برا رو بخونه خودم. همین کار چی رقم بود؟ بابا 4-5 روز برای میگه بیا که بچه بریم به ایران بریم با خونه خوار ببریم همینجا عروسی خورم میگیریم من گفتم دیدم کجی باشه نگم که باز برای اونم زاد بگه خبرش انا باشه شما خودی بگرسیم مدام بابا ببین 2 لک روپیه پول سوختم کازوی طلب داریم یعنی من گناه کردم که به 1 لک روپیه نکایر بسته کردم تور به بغل کردم حالا 24 ساعت خودی به شهر میری و بازار میری و خونه میری میایی میشینی بر میخزی یعنی من اشتباه کردم که این کار کردم نه بابا اون نمیفهم روز اول اینا بیامدن به من چی گفتم ما مردم غریبیم چیزی نداریم ما به خاطر همین که پیار از آدم موی سفیدی بدرو خور به مکان گفتم خیر غمی نداره و به 1 لک روپیه فوت کن نکاح گفتم خوب غمی نداره مشکل نداره باز همین کارو بکردم یعنی من گناه کردم این کارو کردم اگر من روز اول همین حساب خرازی پاک کرده میگیرتم نکار بسته میکردم تو بیتر نبود بابا برای یک سال که بازم میگه خودی بگردم اشتباه جنجال افتادیم اول کاش که من حساب خودی پاک میکردم باز نکار بسته میکردم دیگه یک چیز دیگه من به تو بگم اگر دیگه دیدم که گوشی خودی از او آدم تو به تماس بودی گلی تو برطرف باشه گوشی به تا سر تو میده میکنم بشیدی چی گفتم از این ساعت گوشی خاموش میکنی خود هیچ کدوم دیگه به تماس نمیشی گوشی تو هر کس کس به خود کنه خلاصه گپ تو بگو وای بله کجایید بود؟ شکر شما خوبه؟ خوبم یک دفعه خونه ما میایی تو کار دارم بابا به خونه بابا چی رقم؟ دوباره بگین خب یعنی برار میگید گل دختر شما ماه فرار ده ببره به ایران 2 لک روپیه هم از شما قرضدار ماه دختر شما رو ببره به ایران کی می گپ به شما بگفته خلالا نورالله آدم دقیقی کی بوده که به شما می گپ گفته شاید ما آدم دقیق ما و شما رو به جنگ بندازونه به همین دزی کنه خوبه من رو برمیدارم میایم خوبه او که به سر زمین های اید کن خیلی مشکل ندارم یک 10-15 دقیقه به تو کار دارم بس پس برو خوبه خونه خوبه باشه خیر باشه خوبه خدا حافظ شما خدا خیر پیش کنه این کی بوده که باز ایتا گپ گفته که این گل ماه زن خود بباره به ایران بباره فرچه من که براره کنم آگاه نیم از این گپ بیا بسر رو بیا برار تونم زنگ دادم میای چرا خیریاته؟ خیریت بله سلام علیکم تو می زن خوبه داری به جی بریم به ایران بریم گپ که رو من میگه خوب گفتن حالا چی کجا رسید تو بریم به خونه بریم خونه مردم قدیم راست میگفتم سزای نیکی بدیه فهمیدی؟ دروغ نمیگفتم سلام علیکم
سلام علیکم. لاله نمی‌دونم. اشتن خیلی جان سلامت. یا راست خیلیات بخیر. سلامت. شکر. زنده باشیم. سلامت باشیم. چه کار لاله نمی‌دونم. چی گپه؟ از چه کاره تیره. چه کار ما باشه؟ شما با بگین. همه قدر مدتی که من خود شما خوشی کردم. چی بات کردم با شما؟ هیچ چی چرا خدا؟ هر چه که شما گفتین من گوش کردم گفتم خوبه چشم. آخر من همی بوده که مثلا همی آدم دختر مرور داره از این فرار دو بره ایران عروسی کنه به خونه خواهر کو همی راینه کی گفته لاله نمی‌دونم. شما میگپه به تلفن هم برام بگفتین من به شما بگفتم که میگپه ما که برار از اینم از این میگپ خبر ندارم. الان این تنه به بین می خیش و خسرونی ما و شما شاید یک کسی بوده باشه که خوش نبوده باشه یا یک دوستی دشمن دگی باشه بفهمیدیم. الان این حسابی هست که شما میگه پر به ما بگین که می طرف ما و شما کی نه که ما با هم میندازیم. من از آدم مطمئن شنیدم. من از آدم شنیدم که آدم مطمئنی بوده و آدم دروغ نبوده. بیا دقیقه کوکو کجایی؟ آره کی ما گفتم تو میگه پر بیا که بچه میره میرون بره. شما نگفتین. خب چی میگم اینو؟ آنه کوکو سعی کنین چی میگه؟ چی میگه از اون چی میپرسی؟ من از آدم مطمئن شنیدم. واسه از این دیگه همین نمزاد میگه شما نگفتین که فلونی. آدم ترسم باشه مرتکه میگه. مسئله ترس نیه لاله نورالله. سعی کنیم ما به شما چی میگم. من اولا به شما بگفتم امیر بگین که امیر طرف خور ما بشناسیم که کی هست کی تا به همین دزی میکنه. دوست دشمن خور آدم حالا باید بشناسه. از این زمانه میگه یک دوست داری 100 تا دشمن. من اگه بیشتر از این رمضان صبر نمیکنم. گوش کشین گپ رو چی میگم. دیگه تا حساب خور معلوم نمیکنین پول خور نمیاریم اینجا نمیگذاریم دیگه این آدم حق نداره که چهار طرف سلام دیده شه اگر دیده شد قسم به خدا که این همین تا میزنم که تا یک سال نون از این سلام چه اولاد شما ما دیگه اولاد کمی ندارم. اما اگه به دل شما درد کرده 100 چپات اور بزنه مر بزنه ما به جلو شما نمیستکیم. بفهمیدیم منتها به حساب از اینکه شما این گپ رو میزنیم این گپ به شما اشتباهه. من شما رو نمیزنم کاری اما به شما ندارم فقط چیزی بود که ما به شما بگفتم حساب خور که بیا اومدیم خلاص کردیم او حق داریم که دست عروس خور بگیریم از خونه ما بدر کنیم به هر طرف به ایران بریم به هر جا که بریم خدا یار شما دیگه این آدم به خونه ما دیده نشه انا ما قدر شما میگم برید بخیر برید با کارم سلام رقم شما راحت ما به رقم شما راحت دختر کنم بگفتم که دیگه اگر زنگ تو شنیدم که بزی آدم زنگ زده بودی گوشی به تاثیر کنش منتهای گپا خوبیت نداره من شما بگفتم هر کس ما و شما با هم میدونم نه کسی نیه او آدم مطمئنیه که برای میگه گپ زده به طول زندگی برای مگی تا کار بکنه خوب برای میتونه دیوار میزنه گواه نره ما ایت شیری نخوردیم گیت خیانت بریم بخیر بریم بخیر بریم دیگه چهار طرف ما آدم دیگه دیده نشه همه ضربه به شما میگم به یک کلمه سر گوشته وجود واسره هم میگن که ما نگفتیم ما خبر نداریم کجکی به سرا شما نبید بیا آوردم گیلا مدار شما رو تک زد کجیری رو ببرده به سرا برار شد به سرا مرا شاید دیگه تا یک سال یک نیم سال دیگه نرده چره؟ عروسی تون میکنم این تا نگاه نمیدارم بفهمیدی عروسی مه؟ عروسی برار کن میکنم برار تو ما رو مال اسرا جواب داد چره؟ بفهمیدی من نمیفهمم گپ برو تو پرسان که این موضوع که تومات یا کدن که به ایران بره لالا بریم درسته که ما پولدار نیم غریبیم گوش که باش که 4 کلمه بزی بگم ما غریبیم بفهمیدی مونتا سود کنم سلام کنم عروسی برا خود به قرض و فرض باشه میکنم باز شما میدونیم و با که عروس رو ویشته با دختر خود بیای برا تو ببینه اگه به سال یک دفعه چیشی به چیش دختر رو افتاد هرچی ما کنه این بنده خدا چی میکنه برو گیلا با کنه خدا کجا؟ تا یک سال دیگه دید گل نمیایی دیگه نه